سلام رفقا، چطورید؟ بستم توی چه هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. ویدیوهای سلاطین موتور سواری ایرانی رو ببینیم. لحظات خنده‌داری که با موتور میخوری زمین، با موتور تصادف میکنی. البته لحظات خنده‌دارش، نه اینکه لحظات زجر آورش رو ببینیم. لحظات خنده‌دارش رو میخوام ببینیم. این سلاطین خیلی حرفه‌ای تو موتور سواری. ولی بهتون بگم که اگه این ویدیو دوست داشتید وسطای ویدیو دکمه لایک رو بزنید، کامنت بذارید و اگه چنل من سابسکرایب کن و اون زنگوله بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. بریم با هم دیگه سلاطین موتور سواری رو ببینیم. برو بریم. حرکاتم بسیار یه جوریه که حیرت آور میشین. من بچه استان بوشهر، 20 سالم هست. درسم تا اونجایی که بگم خوندم. سوادم از همه شما چی بیشتر است؟ چی؟ یا خدا یا خدا یا خدا. بفهم. نه نکن. ساعتش خیلی زیاده. نه موتور رو بگیر. موتور که ترکید که هیچ، خودش هم نابود شد تو اون سرعت. چه حرکتی بود آخه؟ نزنید این کار آقا، نکنید آقا، این کار رو نکنید. یه نفر تو کامنت نوشته آقا تو سواد، ریدم تو سوادت. عقل نداری، راحتی. یا خدا یا خدا. نه آخه بدون چرخ کدوم اسکول بدون چرخ رانندگی میکنه؟ بیا وای یا خدا. رو موتور آخه غیر میدی؟ نه آخه بدون چرخ کدوم اسکولی رانندگی میکنی که شما میکنید؟ این کارا واسه چی انجام میدی؟ جوگیر میشی، جو نامرده دیگه. آدمو سگ بگیره، جو نگیره. بیا توی تونل باید با اون سرعت ماشین بعدی بیاد لهی. وقتی مهموناتون میان جوگیر میشه تو خونه. ناموسن چه فازیه تو وسط حال تک چرخ میزنیم. احتمالا تو مهموناشون دخترم بوده، جوگیر شده. یا خدا داداش میافتی ها. بیا اون همچین گفت بیا دیگه. هیچ دیگه نه دیگه نیا. چیزی ازش نمون، با مخ رفت تو سنگا. یه بار دیگه با هم ببینیم. نگاه کن. بیا با مخ رفت، اونم خود تو سرش قشنگ کتلت شد. حرکات موزون. نکن قشنگ. اگه چیزی هم اتفاقم نمیافتاد حالا خودت هم به جهنم. زید ناقص کردی، خود زید ناقص کردی، مقصر خودت بودی. عقبیه چرا میزنی لطه با خون افتاد جلو چرخش دیگه. الان اونم با کله میره هوا. یا بزن رو ترمز که با کله خودش سقوط کنه یا اونم بره رو هوا. با اینو خیلی دوست دارم وقتی یه ماشین پشت سر زیاد بوق میزنه. بیا برو تو کوچه. واقعا رو مخن این ماشینه وقتی پشت سر میافته. بیا برو تو. ایوه خیلی خوبه. 1 2 3 4 5 6 با راننده 7 نفر داره نمیریزه. بنازم. خیلی کنترل کردن این همه آدم سخته.
وقتی یه نفر پشتت بشینه یه نفر سرنشین پشتت باشه میفهمیم چی به چیه. تعادل موتور با هم میخوره. موتور دستکاری کرده. فقط به درد همین کار میخوره دیگه. 5-6 نفره برین جایی. آخه اون چه طرز نشستن راننده. بیا عمدن گفت دستو ول کن که میخواد اینا رو بندازه. خودش که زرنگ باز داره بود پرید سری پایین. رفیقاشو ناکار کرد. یا خدا یا خدا، اولین بارش فکر کنم داره رانندگی میکنه. یا خدا یا خدا یا خدا. اوه خیلی شته، خیلی شته. مخصوصا روز اولی که موتور سوار میشی. اونایی که تجربه کردن میدونن داستان چیه. آشپزی رو موتور. روغن رو ریخت. نیمرو میخواد بزنه. وای یکی اون فرمون رو بگیره. چه جرأتی داری شما. دنبالا چی میگردی؟ قاشق نون کشت. وای یکی اون فرمون رو بگیره در راه خدا. بیافتیم با پیکنیک و دیگه مایتابا و نیمرو هم میفته رو سرت. نمک هم میزنه. همونجی داره ادامه میده. خیلی جرأت دارین شما. شما باید توی رکوردهای گینس ثبت بشین. اصلا شما موتور سوار عادی نیستی که. جهان باید از شما تشکر قدردانی بکنه. بیا بیا بیا. وقتی عریف موتور بیا بیا. وقتی با موتور لج داری نیفتاد اصلا. وقتی با موتور لج داری واقعا. صدای اشک و خنده حاجی بی خیال. با این سنت چرا رانندگی میکنی؟ ایران فدای اشک و خنده تو، فدای اون موتور سواران تو. چه رانندگی میکنه لعنتی. وقتی نمیخوای پول وانت بدی. دو تا کلاه کاسکت گذاشته اون جلوم نشسته. حالا خوبه وول نمیخورم. وول بخوان دیگه هیچی دیگه. 4 نفری 2 تا گوسفند و 2 تا آدم میارن. خیلی جرأت داری یا وقتی نمیخوای پول وانت بدی. ما ایرانی میمیرد وانت نمیگی گیرد. آقا قبلی چند نفر بودن؟ قبلی با راننده خود موتور سوار میشدن 7 نفر. الان ببین چند نفرن. 1 2 یکی اینجا بغل کرده، 3 خود راننده، 4 یکی پایین نشسته، 5 یکی بالا سرشه، 6 یکی این پایین ته، 7 یکی اون وره بالا، 8 9 فکر کنم 10 نفر هستن. آره 10 نفر فکر کنم باشه. بنازم واقعا خیلی سخته. میگه بیا کنار. یه زد خیلی اینو میگن رکورد شکون. بس تو رو خدا اینجا میافتین داغون میشین. تو خونه دوباره چه کاریه؟ وای این کلیپ یادش بخیر. یادش بخیر. اون خیلی کوچولو بودم اون کلیپ بوده و کوچولو. اینقدر بودم این کلیپ اومده بود. این کلیپ ها رو با K750 میگرفتن. سونی اریکسون K750 کیفیت شت. اصلا اون موقع کیفیت خدا بود K750. یعنی کسی K750 داشت میگفتن که اصلا دوربین حرفه‌ای داره.
اون نریا سفارش نکن، اونا هم بگی سر راه بیا. آره یه بنزین هم بزن سر راه. قربانت برو خدافظ. سر شما هم بیاد. هیچ کام برو قربان. اصلا موتوری در کار نیست. خیلی قشنگ و همان. اون زمان ترکونده بود دامن خودش. بیا اینم یکی از فیلم هایی که با کاف 150 گرفته شده. نه اصلا مشخصه کیفیت واسه 10 سال 15 سال پیشه. اون زمان رکورد زده بودن، اونم تو خیابون، نه مثلا توی جاده خالی و خلوت، اصلا توی خیابون. یا خدا میخواد چیکار کنه؟ یا خدا یا خدا. برو دیگه، برو ببینم سلطان. اوه افتاد رو تماشاچی ها، افتاد رو تماشاچی. لعنت به تو، خودت هیچی نشدی افتاد رو تماشاچی ها. اونا چه گناهی کردن؟ اینم یه آقایه تک یه موتور سوار شده و اینکه تک چرخ میزنه. واکنش شده. ریاکشنش باحاله. چیکار میکنه؟ وای اینم از سلاطین موتور سواری. آقا یه خورده مواظب باشید اگه جوگیرید جوتون نگیره. آقا میگذره، این دوران هم میگذره. اونایی که عشق موتور دارن ناراحت نشن من چه حرفایی میزنم، ولی حادثه هستی که خبر نمی. حداقل این کارا انجام میدی جای خلوت این کارا انجام بده. زیاد از خودت حرکات موزون انجام نده. جوگیر. هیچ دختری با پسری که یه چرخ بزنه تک چرخ بزنه دوست نمیشه. نمیگه اوه پسره رو نگاه چه تک چرخی زد، چقدر خفنه، برم باش دوست بشم شماره‌شو بگیرم. هیچ کس این کارو نمیکنه. هیچ کس هم تو خیابون وقتی دیدی تو تک چرخ زدی اومدی بالا و داری حرکات موزون انجام میدی نمیگه اون یارو ببین چه خفنه، برم جلو پیج اینستاگرامشو بگیرم فالوش کنم. نه هیچ کسی این کارو نمیکنه. پس سعی کنید در ملأ عام جلوی دخترها و دو نفر میبینید جوگیر نشید و یه خورده مواظب باشید. نمیگم موتور سوار نشید، مواظب باشید. اون شکل ماهتون. بوس به همتون و مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب نداری منو برای اولین بار میبینی، من حسام تیرچم هستم و چنل من سابسکرایب کن که هر هفته ویدیو فان باحال و با مزه دارم. هر هفته نه که من پشت سر هم ویدیو میذارم، ولی هر هفته ویدیو تو چنل من هست. چنل من سابسکرایب کن و اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. تا ویدیو بعدی بوس بهتون. پیس.